لطفا بیاید سر جاتون، بیاید لطفا بیاید دیگران نباشید. این فن داشت کار میکرد. چالش‌های سفر که چالش‌های سفره که اینجا آتیش گرفت و ما مجبور شدیم که از خطا بیایم بیرون. نگاه کنید واقعا نگاه کنید این دوست حالا بعداً کاملش رو براتون می‌ذارم. مشکل از چی بود آقا مشکل از چی بود؟ مشکل خانم بکن گوشیت خاموش کن لطفا. ترسیدی؟ چرا ترسیدی؟ بلند بگو درست بشین بلند بگو. ترسیدم که پامو بزنه آتیش ترسیدی که پاتو بسوزونه؟ چرا؟ عیبی نداره سفره دیگه. اینجا بگو یه روز قطار آتیش میگیره، یه روز هواپیما سقوط میکنه، یه روز اتوبوسا چپ میکنن. اصلا مهم نیست اینا قربونت برم.